امروز 30 فروردین. اینجا کویر ابوزیدآباد یا کویر سیازگه 35-6 کیلومتری شهرستان کاشانه. خیلی مسیر دسترسیش هم راحته، یعنی 5-6 دقیقه جاده خاکی شما طی بکنین برسین به اصل کویر. این تپه های شنی و رملا رو اینجا میبینیم، واقعا خیلی زیبا و دلانگیزه. الان تقریبا دم غروبه، آفتاب داره غروب بکنه. ابر زیبایی هم اینجا هست. این قسمت هم تو روزهای تعطیل ظاهرا میان خودروهای آفرود و حالا سافاری و یا تفریحات دیگه مثل شتر سواری این چیزا دارن، ولی ما روز غیر تعطیل اینجاییم به خاطر اینکه از کل زیبایی اینجا لذت ببریم. هم جاپای ماست از مسیری که اومدیم فعلا.